فصل سوم. معنا، چیزی که باید ساخت، نیافت. نویسنده صادق شمس، گوینده عسل پروانه. ما با این فکر بزرگ شدیم که معنا جایی بیرون از ما وجود داره، مثل گنجی در دل کوهی پنهان که فقط باید پیداش کنیم. دنبال این گنج رفتیم، در عشق، در شغل، در مذهب، در کتاب‌ها، در نگاه دیگران. اما کم کم فهمیدیم برخی معناها مثل ستاره‌های آسمان فقط از دور زیبا هستند. وقتی بهشان نزدیک میشوی میسوزی و آنجاست که سوال از نو متولد می شود. آیا معنا چیزی است که باید پیدا کنم یا چیزی است که باید خودم بسازمش؟ معنای گم شده یا نساخته؟ شاید حقیقت این باشد که معنا هیچ وقت گم نشده، بلکه اصلا وجود نداشته تا وقتی که ما خودمان خلقش کنیم. ما از تنهایی گذشته ایم، ما از رنج عبور کرده ایم و حالا میدانیم هیچ کسی، هیچ معبدی، هیچ کتاب مقدسی، هیچ عشقی نمیتواند معنای زندگی ما را به ما بدهد. تنها کسی که میتواند به زندگی ما معنا بدهد خود ما هستیم، با نگاهمان، با انتخابمان، با نوع بودنمان.